توی این سیاهی تخم چش رو قشنگ در میاریم. شروع میکنیم به سیاه کردن این. اینه که سیاه کردیم تموم شد، میایم این کادر دور رو به صورت سایه‌ای به این صورت میایم اینو میزنیم. اوکی. بعد اینکه زدیم میایم یه علامت گذاری میکنیم بر اساس عقربای ساعت. اینو از داخل شروع میکنیم خب، و از اینو از لبه، حالا لبه یه ذره فاصله داشته باشه اشکال نداره. ببین میایم حالت یه جوری که این امتداد پیدا کنه برسه به این مرکز، میایم علامت گذاریامون رو میکنیم. به این صورت 2 تا دورم این کار انجام میدیم. بعد شروع میکنیم مثل موی حیوانی که داشتیم به این صورت کوتاه بلند، بعضی جا پرتر بعضی جا خالی‌تر میایم این حالت مو رو میزنیم. فقط جهت نباید یهو از دست بره، حواست به این بد باشه. اینجا همینجوری صاف بزنی به اینجا نرسی، اینوری بزنی. این فضای نور رو توش ایجاد میکنیم. یعنی همون سیستمی که توی مو داشتیم و اینجا هم داریم. حالا توشون تک و توی بعضیشون میتونه بلندتر باشه. حواست باشه از این ور بیرون نزنی، فاصله بیفته میشه جمعش کرد. این یکی هم از داخل شروع میکنیم. اینا کوتاه‌تره، در امتداد ایناست، یعنی به اینا اگه ادامه بدیم قرار برسه. خب حالا ادامه نمیدیم ها، ممکنه تک و توک بعضیاشون بلندتر بشه تا اینجاها بیاد. اینو از تو انجام میدیم، یعنی میچسبه به این سیاهی که اینجاست. این قراره یه فاصله داشته باشه که این فاصله رو ته تهش که همه رو زدیم میایم از لبه این خطی که اینجا انداخته بودیم شروع میکنیم یه طرفه سایه زدن توی اینا تا بالای بالا نمیدیم. در این هم این اول خط رو بیاد به این صورت که اون فضای خالی که به وجود آمده از بین میره و این لبه ها قشنگ نکن تیره میشه. اول موه رو میزنیم بعد اوکی.